سلام عشقا، چطورین؟ خوبین؟ بچه ها، من میخوام یه تورنمنت برگزار کنم، تورنمنت مولتی. و کسایی که علاقه دارن که داخل تورنمنت باشن لطفا داخل آیدی یا ببخشید با داخل کامنت ها واسه من یو آیدی این اینستاگرامشون رو بذارن و من خودم بهشون پیام میدم و شرایط رو میفرستم واسش. اگر موافقت کرد که داخل تورنمنت ما ثبتش میکنیم اسمشه و 2 روز قبل تمام هم تیمی ها با هم دیگه آشنا میشن که اگر دوست داشتن با هم دیگه بازی کنن که هماهنگ بشن یا هرچه. و تورنمنت تو 3 روز و 3 مرحله برگزار میشه دوستان و یه جوایز نقدی هم داره دوستان. و شرایطش اینطوریه: به هیچ عنوان از نایف نباید استفاده بکنید و گان، نه SMG، نه رایفل، هیچی نمیتونین استفاده کنین، فقط اسنایپر دوستان. تورنمنت خودمونم داخل بازی نیستیم و روزی که تورنمنت استارت میخوره ما هم لایو میشیم داخل یوتیوب و کسایی که دوست داشتن داخل یوتیوب که دارن لایو ما رو نگاه میکنند دوست داشتن اول ساب کنن تا تورنمنت بعدیش که هفته بعدش میشه دوباره اونا هم میتونن شرکت کنن دوستان. و هر بار که تورنمنت ها میره جلوتر جوایزش بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه دوستان. و یه تورنمنت CP میذاریم که حدود 1 ماه دیگه آماده میشه. و دوستان وقتی که این تورنمنت ها پایان رسید من واسه اسکواد خودم یعنی ATM کلن ATM یه عضوگیری میذارم و نفرات برتر بهشون میگم آقا جان اگر دوست داشتیم بیاین داخل ما، هممون مولتی پلیریم. و من تازه کلن رو زدم، کلن هم 3 تا عضویم و میخوام یه اسکوات تو یوتیوبری جمع کنم کلن و کسایی که یوتیوب دارن که خیلی بهتره بچه ها، میتونیم هممون فعالیت کنیم، هم بتل میتونن بذارن هم مولتی. من خودم شخصا مولتی پلیرم، تازه مولتی پلیر شدم و این تورنمنت ها کلا تو 3 روز مختلف چیز میشه که بینش بتونن یه اتشمنت گانشون رو عوض بکنن یا هر چیزی، هر دورش بچه ها، یعنی یه شب یه تورنمنته. خب تو 3 راند مختلف. خب مثلا شما برین نمونه بار اول اومدی زدی، خب بار دوم همون تیمت با یه تیم دیگه رقابت میکنه بچه ها تا فینال دو تا تیم برتر میان فینال و جوایز بین تورنمنت های اول تورنمنت نفرات اسکوات اول که وینر بگیره تقسیم میشه بچه ها. خب حاجی من تازه این تورنمنت زیاد شروع کردم و پول زیادی نداشتم واسش. خب کلن همش سر جمع یه مبلغی به شما داده میشه، یا دوست دارین میدین بتل پس یا دوست دارین هر چی که دوست دارین میذارین. خب دیگه بسیاری به خودتون داره. این توضیح بود. و دوستان هر کس این ویدیو رو دید من آیدی اینستاگرامم یا همون لینکش رو داخل بیوی کانال یوتیوبم میذارم واسهتون. هر کس دوست داشت داخل اینستاگرام به من پیام بده و شرایط واسش میفرستم. اگه موافقت کرد که داخل تورنمنت میذارمش و هر جو خودتون دوست دارین بچه ها، من اجباری نمو کنم. این ویدیو هم تا آخر ببینید. خیلی عشقین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.